ما یه جایی اجاره کردیم که همچین طویله یه توش و یه جایی بدی نیست که دوچرخه رو اینجا درست کردیم، جمع کردیم و توی این استقیرم گذاشتم. بدید روشن کنم همشو. یه چیزی همچین درست کردیم. اینم روشن کنم. اینجا رو با هم میخوایم درست کنیم. این بادگیریه که برای این یامو صدیق قرار بود بازسازیش کنیم، من نتونستم بذارم. بادگیر براش خریده بودیم، ترکبند استیل گرفتیم، از این دنبچه ها گرفتیم، کمربند تکچخ گرفتیم، ریچش زین گرفتیم، درباک استیل گرفتیم و ابر روی فرمان و آینه استیل و این چی بهش میگن؟ ابرویی بهش میگن، نمیدونم حالا هرچی. ابرویی رو برای چراغ جلو و سویچ نمش براش سویچ گذاشتیم، ایزو براق کردیم و دیگه برچسب برای کیلومتر زدیم و الان هم میخوایم ترتمیزش کنیم. کلا هزینه بادگیر و ترکبند و 1 سیم کیلومتر کامل شد 3 تومن. با هزینه ارسالش شد 3200 ریال. بعد دیگه آینه ها جفتی 300 فکر کنم شد یا 250. ابرویی هم که قیمتشون نمیدونم چیه ولی حدود 30 تومن 25 تومن نه دیگه. قاب زنجیرم که خرجی نشد دیگه. یه رنگ خریدیم زدیم با یه چند تا برچسب. و این دومی هم 25 تومن 35 تومن. جلاسنج برای ایزوسون خریدیم فکر کنم 30 تومن. و قیمت سویچی که انداختیم براش هم شد 150 تومن. این دوچرخه هم که بازسازی کردیم درستش کردیم، هزینه‌ای برام در نیومد چون فقط پول سیمان شدیه، چون لوازمای قبلی که رو دوچرخه بود انداختیم روی این هم که از جای ما دیگه قرار رو هم جمع شد.